این سخنرانی که به مجتبی خامنه‌ای رهبر احتمالی جدید ایران نسبت داده شده در فضای مجازی به گونه گسترده دست به دست می شود. اما یک چیز قابل سؤال است. بیایید ببینیم. آیت الله علی خامنه‌ای پدر مجتبی خامنه‌ای از سال 1989 میلادی رهبر جمهوری اسلامی ایران بود، اما در 28 فوریه در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل کشته شد. اکنون که بسیاری از ایرانیان امیدوار به تغییر نظام هستند، بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای قرار است به سر آیت الله علی خامنه‌ای جانشین او شود. حالا این ویدیو در چندین پلتفرم اجتماعی پخش شده، اما این ویدیو جعلی است و توسط هوش مصنوعی تولید شده. اگر از نزدیک دقت کنید می‌بینید که حرکت لب‌های او غیر طبیعی است و کیفیت ویدیو در حال تغییر است. افزون بر این، ما عکس از پدر مجتبی را پیدا کردیم که در جون 2025 گرفته شده. این ویدیو دقیقاً شبیه همان عکس است، به جز قسمت سر. بنابراین این ویدیو دستکاری و احتمالاً در ساخت آن از همین عکس الگو برداری شده.